آهای بولول، تو آفتاب نشستی کلت داغ میشه، یه ذره عقلت هم میپره. تو سر خودتو با فضولی در کار دیگران گرم میکنی، من با نشستن تو آفتاب. ای مرز، به چی میخندی بیمزه نونو؟ هرچی زودتر باید بری پیش خلیفه که کار مهمی باید داره. زود باش ببینم. بجوم برو ببینم. من نمیتونم. ببین بهلول جان، این کارو به خاطر خدا و خلق خدا قبول کن. این همه آدم دورو بر خودت جمع کردی، چرا از من میخوای؟ میشه یکی از اون آدمایی که میگی نشونم بدی؟ اونا فقط شکل آدم. راست میگی، کار خیلی سختیه. هر چی فکر میکنم آدم نمیبینم. پس قبول میکنی؟ ولی من این حرفو نزدم. هر روز مردم شکایت میکنن که تو بازار یکی کم فروشی میکنه، یکی گران فروشی میکنه، یکی دزدی. خلاصه افتادیم تو قچل و موندیم مچل. هر کی هم میفرستم یا همدست دزدا میشه یا عاجز برمیگرده. میدونم که تو از پس این کار برمیاد. مگه همیشه نمیخواستی به دیگران کمک کنی بهلول جان؟ خب باید چیکار کنم؟ آفرین، پس قبول کردی. اره گویا چاره دیگه ای ندارم. خب بگید ببینم چه کاری باید انجام بدم؟ فقط باید بری بازار و پنهونکی مراقب باشی، ببینی چه کسانی خلاف میکنن، دزدی میکنن یا هر کاری که فکر میکنی درست نیست. بعد میای به من میگی، اون وقت من خودم پوستشونو همچی قرفتی میکنم. محتسب در بازار است. محتسب در بازار است.
همونطور که گفتم من تحقیقات بسیار زیادی انجام دادم و در سخنان جعفر صادق امام شیعیان 3 اشکال بزرگ دیدم. اول آنکه میگوید خدا را نمیتوان دید و بلکه گفته است هرگز نمیتوان دید و من برانم که بگویم چیزی را که هرگز نمیتوان دید پس وجود ندارد. شما به این عصایی که در دست من است توجه کنید. آیا همه آن را میبینید؟ بله. درست است، شما آن را میبینید پس وجود دارد. اما در این مشت من یک سکه طلاست. ولی شما سکه‌ای در دست من نمی‌بینید، پس سکه‌ای هم وجود ندارد که من بگویم هست چه بگویم نیست. حال کدام یک از شما حاضر است مالش را در ازای این سکه‌ای که وجود ندارد به من بدهد؟ نه و اما دوم، همه ما میدانیم شیطان از آتش است و دوزخ هم از آتش. سؤال من این است وقتی اینها هر دو از آتش هستند شیطان چطور در دوزخ عذاب می‌بیند؟ آیا آتش را میسوزاند؟ و از همه مهمتر و محکمتر دلیل سوم، من معتقدم که همه چیز به خواست خداست، چه خیر باشد چه شر. پس همه چیز به اختیار اوست و ما هیچ اختیاری نداریم. بنابراین بشر هیچ گناه و تقصیری ندارد و هر کاری بکند نباید مجازات شود چون اختیاری ندارد. و یا بگویند فقط یا به سرایی میکنند. اما در مورد وای آی سرم شکست، کدام ابلهی این کلوخ را بر سر من زد؟ کدام دیوانه ای بود؟ محلول بود که با کلوخ بر سر عمو زد. اون بابا حسابی دیوونه است. دیوانه ای بسازم که 7 عاقل از بغلش بیرون بیاید. میدانم با او چه کنم. محلول تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه قرار نبود بری اون مأموریت رو که بهت دادم انجام بدی ها؟ من رفتم جناب خلیفه. و به این زودی مأموریت تو انجام دادی؟ بله انجام دادم. خب بگو ببینم چی باید مجازات بشه؟ نه من و نه شما هیچ کدوم لازم نیست کاری انجام بدیم. یعنی چه؟ محتسب در بازار است. خب توضیح بده ببینم. به بازار رفتم، قصاب استخوان لای گوشت میفروخت و دزدی هم گوشت او میبرد. میوه فروش از بارش کم میگذاشت و مشتری پنهانی بار در زنبیل میکرد و بقال ترازو رو دستکاری میکرد. قربان عبود نالان و گریان با عده‌ای اومده و میخواد شما رو ببینه. عبود؟ خب چی کار داره؟ فقط میگه باید هرچی زودتر شما رو ببینه. گویا یه کسی اونو زده و سرشو شکسته و اونم با دستمال سرشو بسته. قربان عجب. بگو بیاد ببینم چی میگه. بله قربان اطاعت. برو دیگه. با اجازه. خب جناب محلول بازم بگو محتسب در بازار است. سلام بر خلیفه بزرگ و عادل. قربانت گردم در قلم رو به شما زندگی میکنم و به جفا با من چنین کردند. بگو ببینم عبود چی تو رو به این روز انداخته؟ همین مرد این بود که چنین بلایی بر سر من آورد.
یعنی چه؟ بگو ببینم این راست میگه؟ از او میپرسید؟ معلومه که راست میگم. همه این مردم شاهدن که او چنین. ما شاهدیم. این چه دیوانه بازیه که خودت در آوردی؟ این بود آن مأموریتی که من به تو دادم؟ یک شاکی به شاکیان دیگه اضافه کردی بهلول. بگو ببینم برای چی سر این احمقو شکسته؟ اون دروغ میگه. هان من دروغ میگم؟ تمام این مردم شاهدن که اون با کلوخ به سر من کوبید. بله ما شاهدیم. ما همه دیدیم. الان اینقدر سرم درد میکنه که نمیتونم سر پا بایستم قربان. چی؟ درد؟ بله درد. بگو ببینم. یعنی چه؟ دردی که میگی کو؟ اونو به من نشون بده ببینم. میبینید جناب خلیفه این دیوونه چی داره میگه؟ آخه مگه دردو میشه دید که من به تو نشون بدم؟ راست میگه که بهلول این چه سوال احمقانه ایه؟ بنا به گفته خودش وقتی که در میدون شهر مشغول سخنرانی برای این مردم بود گفت چیزی که قابل دیدن نباشه وجود نداره. آیا چنین چیزی نگفت؟ چرا؟ پس حالا هم دردی وجود نداره چون چیزی که اون میگه قابل دیدن نیست. پس این سر من خودش شکسته؟ ای وای مردم شما بگید مگه اون کلوخ سر من نشکست؟ آیا اون نگفت که شیطان از آتشه و دوزخ نیز از آتش؟ بله درسته. بله گفتم. و نگفتی چطور آتش میتونه آتش رو بسوزونه؟ خب گفتم اما چه ربطی داره؟ مگه همه ما معتقد نیستیم که انسان از خاکه؟ بله همه از خاکی. بنا به حرف خودت چطوری کلوخی که از خاکه به تو که از خاکی صدمه میزنه؟ خیط شدی فتین. از همه مهمتر اصلا من نبودم که به سر تو زدم. هان تو نبودی؟ ای وای میبینین جناب خلیفه این مرد دیوانه بیش نیست. اون کنار من ایستاده بود خم شد و از روی زمین کلوخی برداشت و به سمت عبود پرتاب کرد. بله میبینید این مردک دیوانه فقط دروغ میگوید. یادمه که در سخنانت چنین استدلال کردی و گفتی ما در انجام هیچ کاری مختار نیستیم چه خیر باشه و چه شر و همه رو خدا انجام میده. خب که چی؟ الانم اینو میگم. پس برو از همون خدایی که چنین بلایی سرت آورده شکایت کن، نه از من که اختیاری برای انجام این کار نداشتم. این خود خدا بود که چنین بلایی سرت آورد. بله حرف حسابو از دیوونه بشنو. بله بنده هم معتقدم که حق با جناب بهلوله. برو پیش قاضی و از خدا شکایت بکن. تو راه که میری بگرد شاید درد تو پیدا کنی. اگه میخوای خدا رو ببینی فقط کافیه چشم دلتو باز کنی و به اطرافت نگاه کنی. هر چی میبینی اثر و نشانه ای از اونه و خدا مهربون تر از اونه که کسی رو مجازات کنه. این اعمال و رفتار خود ماست که ما رو مجازات میکنه. خداوند همه چیز رو برای ما فراهم کرده و مختار به انجام قرار داده. مثلا برای خلیفه همه چیز رو فراهم کرده. اون میتونه به مردم خدمت کنه و یا اینکه ظلم و ستم کنه. میتونه به مردم خدمت کنه یا فقط برای خودش قصر بسازه. درست نمیگم جناب خلیفه؟ چرا خیط شدم فتین؟ خلیفه خود بهتر میدونه محتسب در بازاره. نه دیگه راست میگه.